دوستان عزیز سلام. محسن رحیمدل هستم، نویسنده مشهدی. داستانی که امشب براتون انتخاب کردم از مجموعه کتاب قصه های کوچه بازاری هست. داستان کوتاه قوطی نوشته محسن رحیمدل با صدای نویسنده. 2 نفر آدم با روپوش‌های سفید پشت میزهای کارشان نشستند و سرشان داخل گوشی‌هایشان است. پیرزنی با هیکل چاق، با لباسی سراپا سیاه، نفس زنان، دردمند و نالان از در حیاط آزمایشگاه وارد می شود. دستش را به دیوار می گیرد و آرام آرام پیش می آید. به سالن اصلی می رسد و روی صندلی ولو می شود و به اطراف نگاه می کند. جز دختر جوانی که با لبخند سمتش می آید، موجود زنده دیگری در سالن نیست. دختر جوان برگه را از پیرزن می گیرد و نگاه می کند و با مهربانی می گوید: مادر جان، استراحت کنید، نفستون که بالا اومد برین توالت برای نمونه. زن می پرسد: مستراح کدوم طرفه؟ واسه نمونه خون. خون ننوشته مادر جان، فقط مدفوع. نه خون نه ادرار، فقط مدفوع. دختر جوان قوطی کوچکی به پیرزن می دهد و ادامه می دهد: اون گوشه برید، اون در سفیده. پیرزن می گوید: واسه چی این آزمایشگاه اینقدر خلوته؟ دختر می خندد: اگه کمکی لازم داشتین لطفاً صدام کنید. پیرزن می گوید: واسه نواسم دنبال یه دختر خوشگل می گردم. بعد لطف کنید و نمونه رو بذارید پشت پنجره. پیرزن سراپای دختر را برانداز می کند. میگن دختر جون، کسی رو تو زندگی داری؟ منظورتون چیه؟ شوهر داری؟ نامزد کردی؟ دوست پسر داری؟ کسی هست تو رو دوست داشته باشه یا تو اونو دوست داشته باشی؟ کلا به من بگو، عروس شدی؟ دختر با لبخند میگوید: نه، امری ندارین؟ پیرزن نگاه خریدارانه‌ای به دختر جوان که گیسوانش از زیر مقنعه روی شانه رها شده میاندازد و میگوید: واسه نواسم دنبال یه دختر خوشگل میگردم. دختر میخندد و میرود. یکی از آن روپوش‌های سفید پوش گوشیش را پرت میکند روی میز و مینالد: 10 روز هیچ مریضی نداشتیم. اگه اینجوری پیش بره باید به فکر یه جای دیگه باشیم یا یه شغل دیگه. نفر دوم آهی میکشد و میگوید: راست میگی، هرچی مریضه میره آزمایشگاه‌های دولتی، هم ارزونتره، هم با دستگاه‌های پیشرفته اونا جواب زودتر و دقیق‌تر به دستشون میرسه. پیرزن قوطی را درون خلطه‌ای که از گردن آویزان کرده میاندازد و وارد توالت میشود و چادرش را میگذارد روی جالباسی و روی سنگ مینشیند. قوطی را از درون آن کیسه کوچک در میآورد و نگاهی میاندازد و میخندد و قوطی را زیرش میگیرد. خودش و قوطی را تنظیم میکند، نمیشود. عضلاتش را شل میکند، نمیشود. صف میکند، نمیشود. تنگ میکند، نمیشود. گشاد میکند، نمیشود. کمی به چپ میگیرد، نمیشود. به راست میچرخد، نمیشود. خودش را عقب میدهد، نمیشود. جلو میدهد، نمیشود. قوطی را میچسباند به خودش، نمیشود. دوباره خودش و قوطی را تنظیم میکند، نمیشود. عرق از سر و روی زن شره میگیرد. مستراح تنگ است و قوطی کوچک و هیکل خانم بزرگ. هر کار میکند نمیشود، بیفایده است. قوطی را به دست چپ میدهد و با دست راست لنبر سمت راستش را بالا میدهد و قوطی را میچسباند، نمیشود. خودش را به عقب میدهد. برای لحظه‌ای باسنش به کاشی‌های توالت میچسبد. خنکی و تراوت میدود زیر پوستش و چند ثانیه به همان حال میماند و سر کیف میشود. دوباره سر پا می نشیند.
قوطی را به دست راستش می‌دهد و لنبر سمت چپش را با دست چپ بلند می‌کند و قوطی را می‌چسباند، نمی‌شود. پیرزن عصبانی می‌شود و لنبرش را با ضرب رها می‌کند. لنبر لرزانش به قوطی می‌خورد و قوطی از دستش می‌افتد. پیرزن سرش را پایین می‌آورد و باسنش را بالا می‌برد و از لای پاهایش نگاه می‌کند. قوطی داخل چاه فرو رفته. ناراحت و عصبانی تا دلش را از دست می‌دهد و باز به عقب می‌افتد و 1 دقیقه به همان حال می‌ماند و با سردی کاشی‌ها که از طریق پوست باسنش حس می‌کند حال می‌کند. 1 دقیقه بعد با تلاش هرچه تمامتر بلند می‌شود و با شلوار روی زانو سمت در می‌رود. کش شلوار پیرزن دور پاهایش گیر می‌کند و او با صورت به روی در می‌افتد. ناله می‌کند، بلند می‌شود و آرام راه در توالت را باز می‌کند و به سالن کله می‌کشد. کسی در سالن و آن حوالی نیست جز دختر بچه‌ای که روی صندلی نشسته و دارد بستنی لیوانی می‌خورد. یکی از آن دو روپوش سفید پوش سایه دستی را پشت پنجره می‌بیند. با خوشحالی و عجله بلند می‌شود و پنجره را باز می‌کند. لیوان بستنی را بر می‌دارد و با ذوق می‌گوید وای نمونه گذاشتن. دومی که گویا گنج گرانبهایی یافتند از پشت میز بلند می‌شود و می‌دود کو. لیوان بستنی را می‌گیرد و نگاه می‌کند و با شیطنت می‌گوید هر کی بوده چقدر پر کرده، داره سرریز میشه. اولی به لیوان نمونه نگاه می‌کند و پقی می‌زند زیر خنده. فکر کرده شاید کم بیاد. دومی میگوید چقدر تیره هست، به نظر شام چی خورده؟ و میخندد. آن یکی نمونه را بالا میگیرد و با دقت همچون جویندگان طلا که قصد دارند طلا را از فلزی بی‌ارزش تشخیص دهند خیره میشود. به نظر من که مرغ سوخاری خورده. نفر دوم شیشه عینکش را با بخار دهان ها میکند و با گوشه روپوشش تمیز میکند و لیوان را با 2 انگشت شست اشاره بلند میکند و به چشم نزدیک میکند و خیره میشود به آن. ممکنه مرغ سوخاری خورده باشه، آخه لباسای گرون پوشیده بود، اما به نظر من که بادمجون خورده. مگه دیدیش؟ آره، فکر کردم داره میره جیش کنه، نمیدونستم داره میره نمونه بذاره. آن یکی لیوان را میگیرد و با تمام وجود بو میکشد و میگوید من مطمئنم مرغ سوخاری خورده. شرط؟ نفر دیگر چیزی بر میدارد و میان نمونه ها فرو میکند و میچرخاند. احمق، اون که رجله به منه کردی اون تو، خوبه منم خط چشمتو بکنم اون تو؟ آره شرط چی؟ شرط 1 ماه حقوقم میبندم که مرغ سوخاری خورده با دسر زیتون پرورده. نه، من میگم بادمجون خورده با دسر کوکای سیاه. شرطو بستی ها، نزنی زیرش. پیرزن به حیاط میرسد و آرام و کشان سمت در خروجی میرود. یکی از روپوش ها میگوید حالا که شرط رو بستیم از کجا بفهمیم چی خورده؟ کاری نداره، میرم ازش میپرسیم. همان موقع تقه‌ای به در میخورد و دختر جوان سرش را داخل میکند. بچه ها، اون هاش خانم رو ندیدین؟ چی کارش داری؟ یه سوال ازش دارم. آن دو همزمان میگویند ما هم ازش سوال داریم و هر سه از اتاق آزمایش بیرون میدوند. هاش خانم به در حیاط رسیده. آنها به حیاط میدوند و داد میزنند هاش خانم. پیرزن با ترس به عقب بر میگردد. 3 نفر روپوش سفید پوش همچون 3 روح سرگشته به دنبالش میدوند. پیرزن ناله‌ای میکند و زیر لب میگوید هی الهی مار زبونتو نیش بزنه، خاک تو دهنت خار شوهر زبون تلخ نافهم. اونقدر گفتی سرطان که آخرش سرطان گرفتم، خاک تو دهنت پیر خر. دستش را روی قلبش میگذارد و به دیوار تکی میدهد و آرام پایین میسرد و روی زمین میافتد. آن 3 نفر میرسند و نفر اول با هیجان میپرسد هاش خانم دیشب چی خوردی؟ نفر دوم که هیجان بیشتری دارد با هیجان بیشتری میپرسد هاش خانم
دسر چی خوردی؟ هاش خانم دسر چی خوردی؟ نفر سوم که از آن دو بیقرارتر است میپرسد نوتون چند سالشه؟ نوتون چند سالشه؟ پیرزن با چهره‌ای بیروح با آخرین توان لب میزند و شمرده شمرده جواب میدهد مرغ سخاری با بادنجون و زیتون پرورده و کوکای سیاه و از هوش میرود. دختر جوان با گریه میگوید زنگ بزنین اورژانس، زنگ بزنین اورژانس. آن یکی پلک پیرزن را بالا میدهد و آن یکی نبض پیرزن را میگیرد و همزمان با هم میگویند لازم نیست، زنگ میزنیم نعشکش. داستانی که تقدیم شد داستان کوتاه قوطی از مجموعه داستان قصه های کوچه بازاری نوشته محسن رحیمدل. متشکرم.